امروز کشورهای پیشرفته دنیا سهم مهمی از انرژی برق خودشون و از نیروگاه‌های هسته‌ای تولید می‌کنند، نه از این وسیله نفت و این سرمایه هم دودزا، هم تمام شدنی و هم قابل تبدیل به چیزهای بسیار ارزشمندتر از سوخت. یک روزی این نفت تمام خواهد شد. اون روز ملت ایران برای برق خود، برای کارخانه خود دست نیاز دراز کند به کشورهای دیگه که به او انرژی بدن. ما باید 20,000 مگاوات برق هسته‌ای داشته باشیم. این نیاز کشوره. این محاسبه شده دستگاه‌های محاسبه کننده کشور است. خب اون روز که ما احتیاج پیدا کردیم چیکار کنیم؟ بریم در خونه کی؟ از آمریکا، از اروپا درخواست کنیم، گدایی کنیم آقا بیایید به ما برق هسته‌ای بدید یا بیایید برای ما غنیسازی رو بندازید؟ ما امروز بایستی فکر فردا رو بکنیم. این نیازها نیازهایی نیست که در ظرف 6 ماه و 1 سال و 2 سال